کارمندان ریاست منطقوی خدمات گمرک در ولایت سوخت در نیم سال 2025 چندین موردی با راه تقلبی وارد کردن نقلیات‌های کهنه را آشکار کردند. مسئولان این اداره میگویند بعضی از تاجران با حجت‌های ساخته تلاش کردند ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 را به کشور بیارند. در 6 ماه اول سال 2025 از جانب ریاست و واحدهای ساختاری آن باید انتقال غیرقانونی 7 عدد واسطه‌های نقلیات سبک‌رو به قید گرفته شده است که نسبت 5 عدد اون پرونده‌های جنایتی آغاز کرده شده، نسبت دو حالت دیگر پرونده مأموری آغاز کرده شده، نسبت 5 نفر جنایت اعتراف کردگی با ایروی توبه تفسیری با پروکاتوری ولایت سوخت و باید دو حالتی که ما پرونده مأموری ترتیب داده شد برای موهیتا بررسی نمودن با سودها ارسال کرده شدند. $1 میلیون. سال 2024 در 15 مورد پرونده جنایی باز شده، 19 ماشین مصادره و چند نفر بازداشت شدند. تاجیکستان از ماه اکتبر سال 2023 آوردن ماشین‌های استحصالشان تا سال 2013 را منع کرد. ولی بسیار از تاجران آن وقت ادعا داشتند که قرار ناگهانی بود و تجارتشان را در نیمه راه گذاشت. چخیل این ماشین ها همین قدر عدد ماشین ها به ولایت وارد شدن سالهای پیشتر اگر برج گمرکی نسپرده باشند. یک بحث دیگری که در نشست خبری مقامات منطقه‌ای گمرک با روزنامه‌نگاران صورت گرفت این بازداشت و به جریمه‌گاه‌های دولتی بردن ده‌ها ماشین گران ارزش بود. نمایندگان گمرک چنین موردها را تصدیق کردند ولی آمار رسمی و حجم جریمه‌ها را نگفتند. سر و صداها اویدی در جریمه‌گاه‌های مخصوص از جانب مقامات داخلدار نگاه داشتن واسطه‌های نقلیات در ماه‌های آخر این سال با ما معلوم است. ما یک چیز را قید کردنی هستم که هر یک مقامات وقتی که سنجش یا تفتیش میبرد نسبت این یا آن حالت معلومات‌های مختصر با یگان مقامات دیگر پیشنهاد نمی‌کنند از جمله با مقامات گمرک و من تنها گفتم میتوانم که در سالهای اخیر در حقیقت باید ساخته‌کاری بودجه‌های تکنیکی و واسطه‌های نقلیات در حدود نه تنها ولایت سوخت بلکه در حدود جمهوری زیاد شده بود از جمله گمرک نیز در پیشگیری انتقال غیرقانونی همین گونه واسطه‌های نقلیات سهم بسازی خود را گذاشته است. اینو طریق ساخته‌کاری حجت کردگیان نمر کردگیان سرحد در رفتگی است از سرحد بیرون نمر زده ماشین با من همین طریق هم خیلی ماشینا را در آوردگی بودن همین را агенти коррупсия مقرر کرد همون آدمایی که همین کارو در دست داشتن همین ماشینا را مبلغشون سپاریدن ما پیشگیری کردیم در هم سال گذشته بودم 27 تا دیلا کردگیم قریب 55 تا ماشین ما قپیدگی بودیم هم خیلی. نظر خود تاجران و عیددار شونده ها به این قضیه معلوم نیست. همچنین از نهادهای دیگری دخلدار در این باره معلومات نشر نشده است. تاجیکستان کارخانه ماشین براری ندارد و اساساً خودروهای گوناگون تمغه را از اروپا و امریکا و کره جنوبی وارد می کند. با معلومات رسمی در 6 ماه امسال به حدود ولایت سوخت بیش از 15,000 ماشین آورده شده است که نظر به سال گذشته 1 برابر زیاد بوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.